یکی از موضوعات بسیار فراگیر در زمانه امروز موضوع مهاجرت. قطعاً در هر نشستی، در هر مواجهه‌ای که شما تشریف بردید ملاحظه کردید صحبت از مهاجرت به معنای رفتن افرادی به مقاصد جدید یا آمدن افرادی از مبدئی به این مقصد شنیده اید و مواجه شدید. مهاجرت به معنی جابجایی مکان زیست ماست. این جابجایی میتواند موقت یا دائمی باشد، میتواند در داخل یک جغرافیای ملی باشد یا در خارج این جغرافیای ملی به معنای مهاجرت بین المللی باشد. طبیعتاً دلایل متعددی وجود دارد که ممکن هست فردی به این تصمیم برسد که مهاجرت بکند و این دلایل فهرست طولانی رو دارند، اما از مهاجرت به دلیل تحصیل، مهاجرت به دلیل شغل، مهاجرت به دلیل تعلقات دیگر و دنیایی از ندانسته ها رو در خودش داره که لازم هست انسان در زمانی که داره به مهاجرت فکر میکنه اطلاعات لازم رو در مورد مقصد مهاجرت و چگونگی زیست و فعالیت در مقصد داشته باشه. وطن پدیده مقدسی است، پدیده است که از عمیق‌ترین دلبستگی‌های ما سرچشمه میگیره و ما بخشی از وجودمون رو آمیخته با حسی که از وطن داریم به دست آورده‌ایم و طبیعتاً وقتی صحبت از وطن میکنیم ما ایرانی‌ها با وطنی مواجه هستیم که دارای تاریخی ریشه‌دار، جغرافیایی دلانگیز و حس و حالی بسیار پرجاذبه داره برای ما. درسته که مهاجرت همواره دلایل ارزشمندی داره که فردی در زمانی تصمیم میگیره که مهاجرت بکنه، ولی برای خودم و برای شما این توصیه رو دارم که همواره عنصر اصیلی به نام وطن مد نظر شریفتون باشه و هر نقطه ای از جهان که هستید آبادانی و خرمی و پیشرفت این وطن مد نظرتون باشه. اگر این ملاحظه رو داشته باشید آنگاه مهاجرت لزوماً پشت سر گذاشتن یک وطن نیست، بلکه تلاش برای توانمندسازی خودمون، تلاش برای رشد و پیشرفت و آنگاه فایده رساندن به همین موطن شریف و هموطنان خودمون خواهد بود و طبیعتاً در اون صورت مهاجرت به معنای از دست دادن یک سرمایه انسانی تلقی نخواهد شد. انسان به عنوان موجودی هوشمند وقتی تصمیم به کاری میگیره این تصمیم مبتنی بر دانش و اطلاعاتی است. وقتی این موضوع به مهاجرت میرسه طبیعتاً ما دانسته هایی داریم که بر اساس این دانسته ها تصمیم به مهاجرت میگیریم یا بر اساس مقدار دانسته و محتوایی که از مقصد مهاجرتمون میدونیم از بین مقاصد متعددی که وجود داره ما مقصدمون رو انتخاب میکنیم. ولی واقعیتی است که همواره اطلاعات فرد مهاجر نسبت به مبدأ مهاجرت که محل سکونت و فعالیت کنونیش هست تا مقصد مهاجرت بسیار بسیار متفاوت هست. اطلاعات ما نسبت به مقصد مهاجرت معمولاً بخش بسیار کوچکی است که اغلب شنیده هاست، اغلب تجربه‌ای وجود نداره روش از طرف خود ما. اینجاست که ما نیاز داریم افراد دیگری این اطلاعات رو در اختیار ما قرار بدن. طبیعتاً انتخاب فردی که به ما مشاوره مهاجرت میده و توجه به این که چه تجربه‌ای خود اون فرد داره و چه اطلاعاتی داره و چه دسترسی‌هایی به اطلاعات از کشور مقصد داره بسیار بسیار تعیین کننده است. قطعاً اطلاعات خود ما به عنوان یک فردی که دلیل متقن برای مهاجرت داریم، اطلاعات مختصری در مورد مقصد هم داریم، قطعاً این مقدار اطلاعات برای تصمیم بزرگی مثل مهاجرت که ابعاد بسیار گسترده‌ای از زندگی رو تحت تاثیر قرار میده کافی نیست. لازم هست افرادی باشند که این افراد شناخت مکفی از کشور مقصد و قوانین آن کشور، فرایند
قانونی قانع کردن سازمان هایی که در اون کشور مهاجرت ما رو قراره بپذیرن و تایید بکنن و در اونجا زیست فعال و موثری داشته باشیم و آن هدفی که از مهاجرت داشتیم تأمین بشود بسیار حیاتی است. با توجه به حساسیت امری مثل مهاجرت که همه ما هدفمون این هستش که مهاجرت موفق و موثری داشته باشیم، بنده با تجربه بیش از 18 سال کار دانشگاهی، تجربه زیسته در خارج از کشور و اطلاع از سیستم‌های آموزشی و مهاجرتی کشورهای مختلف، قطعاً می‌توانم با مشاوره مناسب به شما برای انتخاب مقصد مهاجرتتون و برنامه مهاجرت و چگونگی طی مراحل مقدماتی و نهایی مهاجرت کمک می‌کنم. اگه شما هم به مهاجرت فکر می‌کنید، می‌توانید با سابسکرایب کردن کانال و دنبال کردن مطالب ما به اطلاعات بسیار مفید و موثری برای یک مهاجرت موفق دست پیدا کنید. خدا نگهدار.